سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع درس 34 رو می‌آموزیم که آن بخشیده شده است به ضرب شونده ها جدا نمودن فرق کوادرات ها. بیایید در اول همراه شما فرمولا رو می‌آموزیم و از روی فرمولا یکشان مثال ها رو دیده می‌بریم. ما پیش از سر کردن موضوع باید دانیم که اگر a ضرب b ضرب a جمع b داده شده باشد آنگاه به نمود بسیار ازاگی a کوادرات مینوس b کوادرات نوشته ممکن است. در چنین مورد میگویند که فرق کوادرات های a کوادرات مینوس b کوادرات با ضرب شونده های a مینوس b و a پلوس b جدا شده است. ما این فرمول را همراه شما اثبات کرده بودیم. یعنی خاطرسان میکنیم که اگر ifade a کوادرات مینوس b کوادرات داده شده باشد پس به نمود ضرب کننده های عمومی آن را a مینوس b ضرب a پلوس b می نویسند که این فرمول را میگویند که فرق کوادرات ها یا اینکه به ضرب کننده ها جدا کردن فرق کوادرات به نمود فرق و حاصل جمع دو ifade ها می نماند. بیایید این موضوع رو با مثال ها دیده میبریم و مستحکم میکنیم. مثال یکم. در شرط مثال یکم چنین آمده است: فرق کوادرات ها رو به حاصل ضرب عوض کنید. یعنی 6 در درجه 2 مینوس 4 در درجه 2. این ifade رو به نمود ضرب ifade کرده یا خود به نمود ضرب کننده ها ifade کرده آن را حساب میکنیم. یعنی که 6 مینوس 4 ضرب 6 پلوس 4 نوشته ممکن است. از عدد 6 4 رو ترک کنیم 2 ضرب 6 را به 4 جمع کنیم به عدد 10 برابر است. پس 2 را به 10 ضرب کنیم به عدد 20 برابر می شود که این نتیجه مثال یکم به حساب می رود. مثال دوم را دیده می براییم. در شرط مثال دوم چنین آمده است: با ضرب کننده ها جدا کنید. یعنی در اینجا x کوادرات مینوس 4 و در مثال b باشد 3 در درجه 2 مینوس 63 در درجه 2 داده شده است که ما باید این ifade ها رو با ضرب کننده های ساده جدا میکنیم. موافق فرمولی در بالا بوده قید میکنیم. x کوادرات مینوس 4 رو 2 در درجه 2 می نویسیم و در نتیجه x مینوس 2 ضرب x پلوس 2 حاصل می شود. در مثال دوم باشد 3 کوادرات مینوس 63 کوادرات رو چنین قید میکنیم. 3 مینوس 63 ضرب 3 پلوس 63 حاصل می شود که این نتیجه مثال دوم به حساب می رود. مثال سوم را دیده می براییم. در شرط مثال سوم چنین آمده است: در شکل حاصل ضرب سوم و فرق نویسید. یعنی دو مثال نیز به ما داده شده است که ما باید این مثال ها رو به نمود حاصل ضرب سوم و فرق نویسیم. p کوادرات مینوس 100 و مثال b باشد 81 مینوس q در درجه 2. برای تبدیل دادن این ifade به نمود حاصل ضرب عدد سطح را به نمود کوادرات تبدیل میدیم. یعنی p در درجه 2 مینوس سطح را 10 در درجه 2 می نویسیم. پس p مینوس 10 ضرب p پلوس 10 حاصل می شود که این نتیجه مثال A به حساب می رود. عدد 81 را به نمود کوادرات می نویسیم. یعنی 9 در درجه 2 مینوس q در درجه 2. در نتیجه 9 مینوس q ضرب 9 پلوس q حاصل می شود که این جواب مثال سوم به حساب می رود. مثال چهارم را دیده می براییم. در شرط مثال چهارم چنین آمده است: به ضرب شونده ها جدا کنید. در اینجا نیز دو مثال نوشته شده است آمده است. یکی از آنها مینوس z کوادرات جمع 16a کوادرات و در مثال b باشد 49a کوادرات مینوس 36. طلب کرده می شود که این ifade های داده شده را به نمود ضرب شونده نویسیم. برای این جایهای مینوس z کوادرات و 16a کوادرات را تبدیل میدیم یا اینکه عوض میکنیم. 16a کوادرات مینوس z کوادرات می نویسیم. پس موافق فرمولا این را 4a مینوس z و ضرب 4a
плюси z نوشتن ممکن است که میگویند که این ifade به نمود ظرف شونده ها جدا کرده شد. مثال ب عیناً مثال a اجرا کرده می شود. 49 a کوادرات را به نمود 7a در کوادرات مینوسی 36 را 6 در کوادرات می نویسیم. در نتیجه 7a مینوسی 6 و ضرب 7a پلوسی 6 حاصل می شود که این جواب مثال چهارم ب به حساب می رود. مثال پنجم رو دیده می براییم. در شرط مثال پنجم چنین آمده است: قیمت ifade را یابید و در زیرین مثال داده شده را می نویسیم. یعنی 65 در درجه 2 مینوسی 59 در درجه 2 تقسیم 228. برای حساب کردن قیمت این ifade بعضی از نفر خوانندگان 65 رو به کوادرات میبردارند، 59 رو به کوادرات میبردارند، از عدد یکم عدد دوم رو ترک میکنند و به 228 تقسیم میکنند که این خیلی وقت زیاد رو طلب کرده. این چنین به خطاگی راه دادنشون ممکن است. لیکن ما این کار رو اجرا نکرده، موافق فرمولای ضرب مختصری a کوادرات مینوس b کوادرات صورت را به ضرب کننده ساده جدا میکنیم. یعنی a مینوس b ضرب a پلوس b. پس این فرمول رو به نظر میگیریم و می نویسیم 65 مینوس 59 ضرب 65 پلوس 59 تقسیم عددی 228 برابر است. این برابر است به از عدد 65 59 را ترک کنیم، این به عدد 6 برابر می شود. با 65 59 رو جمع کنیم، این به عدد 14 یک در خاطر 124 برابر می شود تقسیم عدد 228. اکنون پس از اختصار کردن حاصل می کنیم. عدد 228 را به 6 تقسیم کنیم، آیا اجرا می شده باشد؟ اجرا می شود. پس اختصار می کنیم، یعنی 228 را به عدد 6 تقسیم کنیم 38. پس 124 را به 38 تقسیم می کنیم و اون رو اختصار میکنیم. 124 و 38 رو به 2 اختصار کنیم، این به 112 تقسیم 19 برابر می شود که این جواب این مثال به حساب می رود. مثال 6 رو دیده می براییم. در شرط مثال 6 چنین آمده است: معادله ها رو حل کنید و در زیر دو معادله داده شده است که ما آنها رو همراه شما حل میکنیم. یعنی معادله یکم به نمود x کوادرات مینوس 1 برابر 0 و معادله دوم باشد به نمود 1 تقسیم 4 مینوس z کوادرات برابر 0 داده شده است. طلب کرده می شود که از این ifade های داده شده معادله حل کرده شود. برای حل کردن این معادله چه خیلی که ما میدانیم عدد نامعلوم آن را باید یافت. یعنی x کوادرات مینوس 1 برابر 0 را به ضرب کننده ساده جدا میکنیم. یعنی x مینوس 1 ضرب x پلوس 1 برابر 0. هر یکی ضرب شونده ها را به صفر برابر کرده عدد نامعلوم آن را مییابیم. پس x یکم به 1 و x دوم به عدد مینوس 1 برابر است. در حقیقت این عددها رو هنگامی به معادله داده شده گذاشتن ما برابر 0 را حاصل میکنیم. مثال ب را دیده میبراییم. مثال ب عیناً مثال a اجرا کرده می شود. یعنی 1 تقسیم 4 را به نمود 1 تقسیم 2 در کوادرات ضرب z مینوس z کوادرات برابر 0 تبدیل میدیم. از اینجا 1 تقسیم 2 مینوس z ضرب 1 تقسیم 2 پلوس z برابر 0 می شود. هر یک ضرب شونده ها رو به 0 برابر کرده عدد نامعلوم آن رو میابیم. پس z 1 با 1 تقسیم 2 برابر است. این چنین 1 تقسیم 2 جمع z برابر 0 z 2 برابر می شود به عدد مینوس 1 تقسیم 2 که این مثال ششم به حساب می رود. مثال هفتم رو دیده می براییم. در شرط مثال هفتم چنین آمده است: به ضرب کننده ساده جدا کنید، یعنی که ifade را به نمود حاصل ضرب تبدیل دهید. آن را دیده می براییم. مثال هفتم a یکی از آنها به نمود x جمع 3 در کوادرات مینوس 1 و مثال ب باشد
ба 9y квадрат минуси 1 ҷамъи 2y дар квадрат дода шудааст ки онҳоро ба зарбкунандаҳои сода ҷудо мекунем. Яъне якро ба намуди дараҷа менависем. x ҷамъи 3 дар квадрат минуси 1 бошад 1 дар дараҷаи 2. Пас x ҷамъи 3 минуси 1 зарби x ҷамъи 3 плюс 1 навишта мешавад ки он баробар аст ба x ҷамъи 2 зарби x ҷамъи 4 ки ин ҷавоби мисоли А ба ҳисоб меравад. мисоли Б-ро иҷро мекунем. барои иҷро кардани мисоли Б айнан мисли мисоли болоӣ истифода мебарем. Яъне 9ро ба намуди 3y дар квадрат минуси 1 ҷамъи 2y дар квадрат табдил медиҳем. пас формуларо татбиқ намуда 3y минуси 1 ҷамъи 2y зарби 3y ҷамъи 1 ҷамъи 2y табдил медиҳем. пас ин баробар аст ба 3y минуси 1 минуси 2y зарби 3y ҷамъи 1 ҷамъи 2y ҳосил мешавад ки ин баробар аст ба 3y 2y-ро тар кунем y минуси 1 зарби ба 3y 2y-ро ҷамъ кунем 5y ҷамъи 1 ҳосил мешавад ки ин ҷавоби мисоли ҳафтуми Б ба ҳисоб меравад. хонандагони азиз, анакнун барои мустаҳкам кардани мавзӯи имрӯза ба шумо якчанд мисолҳо пешниҳод карда мешавад ки онҳоро бояд иҷро кард. ин мисолҳоро шумо аз слайдҳо мебинед. бо ҳамин мавзӯи имрӯзии мо ба анҷом расид. хайр то дарси оянда муваффақ бошед.